اگه میخوای توی بازار سرت کلاه نره و آداپتور 20 وات فیک بهت نندازن، با من باش. تو کمتر از 1 دقیقه میخوام بهت بگم آداپتور اصل و از فیک چطور تشخیص بدی. منی که خودم وارد کنندم و به صورت تخصصی آداپتورها رو بررسی میکنم. سوکت آداپتورهای اورجینال 12 تا پین طلایی یه دست هم بالا و هم پایین داره. آداپتورهای کپی اکثرا 6 پینن، ولی برادرای چینی خوب کپی میکنن 12 تا پین رو رعایت میکنن که اینجا باید بری سراغ ملاکای بعدی. تو آداپتور اورجینال این قسمت فلزی و قسمت پلاستیکی با یه برش خاص و منظمی از هم جدا شدن. اما آداپتور کپی این پلاستیک تا لبه این فلزیا اومده، هم از تیغه زده بیرون. ملاک دیگه ای که خیلی میشه بهش پرداخت فنر توی این آداپتور. فنر آداپتورهای اورجینال چون انقدر قویان با یه حرکت شلاقی این شکلی باز میشه. آداپتور کپی هر چی شما بکوبی خبری از باز شدن نیست. و به خاطر همون فنر قوی که دارن توی نقطه وای نمیستن، جز این نقطه که وزن فنر با این تیغا برابر میشه. اما آداپتور کپی هر جا خواستی میزنه کنار برات وای میسه، یه دل سیرم استراحت میکنه.